علیکم سلام. اشتنی تو بچه کینی؟ بچه خلیفه قاسم. آه بله. بچه خلیفه قاسمی؟ بله. برو پیار خود جا کن. پیار ما رفتم به بازار. به کجا؟ به بازار رفتم. براری مادر بزرگی پیار بزرگی اگه قسمه سیر داری بگو برو جا کن. برو. واخی کار شد دیلا واخی کار شد شما کلیس کن. مرگا کلیس کن بنده با بزر داشو. برو تو که خود کل زرد خونه میفهمی. برو صدا کو برو که گرم برو چکار شد دیلا پنجه با بزر در شو. خب گوش میکردی هوانو برو. میگم برارم همین پیار شما برارتونه بله. همین پیار شما شرم حیا داره. نه همین پیار شما یک ذره به حساب قانون و عسکری به حساب چیز میفهمه. همین تفلگی خورزاده منه تو پیش یا اینجا تو سعی که تو رو به خدا تر و از این مثل دان مرغ شتوری وره مثل دان مرغ شتوری وره سرخ شده. این لگی هوار سعی میکنه ایر بزده کار خوبیه. نه بهم جوانی میگن که اینم زر بزده. این گونگه ماما. بله این گونگه شما هرچی میگی این نمیشنه. گونگه بله. تو چی میفهمی تو بیتر میفهمی. نه ما لفظ. بگو پیار ما ایر بزده. پیار تو ایر بزده. پیار نیه پیار تو که ایتا دم دو تو بچینی. ها پیار تو ایر ها ایر پیار تو بزده. ایر پیار تو بزده ما این ببریم به محکمه. نه ایر ندگه به محکمه. و اشاره بکن که اون نمیفهمه پیار اشته بگم من پیار منه. ها ایته نیه ایته پیار تو ایته بزده. انا ایر که بزده ای چه شده ای سرخ شده. ما پیار تور به ورسولی به اسکرا شکایت. بابا اشاره کن که نمیفهمی گونگه آنه میبود آنه بیامد آنه ای کلا دکه تو با گور نشه بخی. چی گپ هم اینجا جمع شدین چه کاره؟ بله سلام علیکم. علیکم. دکتر صاحب خوش آمدیم. بفرمایین چای چه تیاره. اینجا جمع شدن؟ ما یله دادنی نیم. ما فقط